دیگه وقت تو برای روشن کردن آتیش تلف نکن. با سرشعله شیلنگدار بابوس خیلی سریع میتونی غذاتو آماده کنی. سلام، به کانال شهرکم خوش اومدین. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای حمایت از ما سابسکرایب یادتون نره. اگه شما هم علاقه‌مند به طبیعت‌گردی و سفر هستین، حتما برای پخت و پز به یه سرشعله سبک و کم حجم نیاز دارید. سرشعله بابوس با وزن 270 گرم و طراحی تاشو مناسب طبیعت‌گردیه. یکی از ویژگی‌های خوب این سرشعله فندک سرخود هستش که دیگه نیازی به فندک و کبریت جدا ندارید. سوخت این سرشعله بوتان یا پروپان هستش که از کپسول‌های گرد استفاده میکنه. طول شیلنگ سرشعله 30 سانتی متره و یه ولوم تنظیم شعله هم داره. لبه هایی که دور سرشعله طراحی شده این سرشعله رو مقابل باد مقاوم میکنه و به این راحتی تو محیط بیرون خاموش نمیشه. اندازه این محصول در حالت باز 15 در 9 سانتی متره و در حالت جمع شده 8.5 در 7.5 سانتی متر. این سرشعله با کیفیت داخل یک کاور پلاستیکی عرضه میشه که شما میتونین از لینک داخل دیسکریپشن قرار دادم از شهرکم تهیه کنید. اگه سوالی در مورد این محصول داشتین حتما داخل کامنت ها برامون بنویسید.